سلام عرض میکنم خدمت تمام شما دوستان عزیز. مانی گیمر هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم سراغ بازی گیم پلی بازی استرانگهولد. بقیه‌شو نمیتونه. حالا نه همون جنگ های صلیبی. بس اینکه فقط یه لایک کامنت دنبال فراموش نشه. و اگر میخوایم بدونید که چجوری جنگ صلیبی رایگان روی موبایل نصب کردم و همینطور بازی دیگه هم میشه نصب کرد با این شبیه ساز، برید ویدیویی که توی آپارات گذاشتیم که لینک آپارات رو توی دیسکریپشن میذارم و برید ببینید، اونجا گذاشتم آموزششو. خب این فقط یه گیم پلی نیست بلکه یه آموزش هم میخوایم بهتون بدیم. بازی هم میذاریم روی این حالت که راحت باشه. مرحله ایشو بریم یا همینو میرم دیگه. نه این نمیخوام اینجا باشد، کنار من دقیقا نمیشه ببرمشون بر. اینو میخوام این مینو مپ بعدی. ببخشید بابا همون مپ اصلی بیار. همینو میره بابا، همینو میره. خب اول از همه که وارد بازی میشیم یا علیو میگیم و میریم داخل این بخش. یه دونه انبار غذا میذاریم، بریم که چیزامون نرن. انبار میذاریم 3 تا انبار. بعد بیا پایین. خب دیگه چوب بری میذاریم. چوب بری باید کنار درخته باشه که چوبا رو بباره. 3 تا میذاریم. این بنا متروک است. نه یه دونه سنگ داری هم میزنیم، سنگ رو برامون جمع کنه. معدن سنگه. این پوچه فکر کنم نمیشه با انبار گذاشت. اب نداره بس. خب یه دونه غذا فروشی میداره. غذا فروشی کنه حمالی چی یعنی؟ خب یه دونه جا میاریم که بتونیم آدمامون رو توش بگیریم. آدما حمله میکنم بتونیم بگیریم. خب بعدش 2-3 تا گاو میاریم. خرن گاو. بعد دیگه چی نیاز داریم؟ غذا هم نمیشه گذاشت، نداره. بعد دیوار قلم مهمه دیگه. به هر حال کشاورزی وسیله نداریم. کشاورزی چرا ایناش کشاورزی؟ یه 2-3 تا آسیاب بادی میذاریم. 2 تا. اوکی میگه به اندازه کافی چیز نداریم که چیز بشه. خب سنگامون هم که داره میبرن. خدا یارتون به. من باید چی کار کنم دقیقا؟ باید بریم سراغ
مجهز کردن قلعه. مجهز کردن قلعه نیاز داریم به سنگ، یعنی اینجوری ما یکم قلعه‌مون رو مجهز میکنیم، کمی قلعه را مجهز از اون ور میان آره. اینجا در حالا میذاریم برای اینکه مجهزامون بتونم برن دیگه. بعد یه دونه این سنگی ها میاریم بذاریم. میگه چوب مورد نیاز است. سنگ نه چوب. بابا سنگا چرا آها نه داره، یواش یواش میارن دیگه. ببینم داره میاره سنگا اصلا. آره بابا داره سنگا میبره. ناش خب سنگا کجا میبرید؟ میبره داخل انبار داره. این حمل و نقل سنگه. ببین ما اینو باید دستور بهش بدیم به سنگا رو خب ببره اونجا. برو خب. چرا سنگ خونه نداریم؟ یادم رفت یه خونه هم باید داشته باشیم که بشه سنگا رو جا به جا کرد. اینا دیگه خودشون جا به جا میشن. بعد دیگه نیازه که یه دونه که نه تو مورد حمله قرار نگرفتیم، یه چند تا از اینا بردارم. نیروی کافی نداریم. نیرو میان دیگه به وقتش. ما چیزامونو گرفتیم، آدمامونو. بعد باید یکم صبر کنیم. جیم داشت سنگا رو جا به جا کن بی زحمت. زحمت نکش، سنگا رو جا به جا کن. آقا ببخشید من فضای ذخیره سازیم به چخ رفت. خب یه بار دیگه ادامه میدیم. والستون سنگ مورد نیاز است مثل اینکه این خوبه دیگه. خب خرای من سنگا رو جا به جا کنید دیگه. خب سنگا رو بی زحمت ببرید. نمیدونم حالا سنگا رو مهم نیست، حالا نبردن. چند تا هم خونه میذاریم، حالا بعدها ارتقاش میدیم. خودش ارتقا یافت ماشاءالله. خب ادامه میدهیم با سنگکاری قلعه. ما نیروی کافی داریم برای یا حسین حاجی جرأت دارین حمله کنی. خب حالا اینو
نمیفهم چیه ولی یه دونه میذاریم. یه دونه از همینا میذاریم. نمیم چه هرچی هست من به درد میخوره. آقا جان، آقا نمیخوام همون میریم خونمون. بعد آقا این پارت یکیش بود. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومد باشه. برای پارت یک من فکر میکنم دیگه کافیه. آره خلاص امیدوارم این ویدیو خوشتون اومد باشه. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.